رمضان بزرگترین نعمت بود. ما و شما در روزهای آخرش قرار داریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از اینکه ماه رمضان روزه می گرفت، در روز اخیرش اعتکاف می شست در مسجد نبوی. بسیار حریص بود به اعتکاف، یعنی 10 روز عبادت بسیار شدید می کرد. قسمی که در صحیح بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که عایشه رضی الله عنها میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجتهد فی عشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. در 10 روز آخر آنچنان تلاش میکرد که در دیگهش نمیکرد. در دیگه حدیث صحیح بخاری میاد که اذا دخل العشر الاواخر، وقتی که 10 روز آخر داخل میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کار میکرد؟ شد مئزره، کمر خود بر عبادت بسته میکرد، زیاد عبادت زیاد میکرد. و احیا لیله و شب احیا میکرد، عبادت میکرد، یعنی کل شب یا اکثر شب عبادت میکرد. روز خو عبادت میکرد تا شب هم قیام اللیل بسیار طویل میکرد. حتی در حدیث صحیح بخاری میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز جماعت نماز داد در رمضان. روز اول تا ثلث لیل صحابه آمدن اقتدا کردن، یعنی 3 حصه شب. باز در دیگر روزش آمد که شب 23 بوده، در شب 25 باز آمد تا نصف اللیل عبادت کرد. باز شب بعدی آمد، شب 27 آمد تا آخر شب که حتی صحابه گفت ترسیدیم که پیش ما سحری میره. یعنی شب 27 تا صبح پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت و قیام اللیل کردگیست. شب عبادت کرد تا آخر شب 27. بعد از او در دیگر روزش نبر آمد. صحابه گفتن که یا رسول الله ما امیدوار بودیم، انتظار داشتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برشان گفت خشیت ان تفرض علیکم، ترسیدم که به بالای شما فرض شود، با شما تواناییش نداشته باشید. یعنی فعلا ما و شما شب 27 و شب 29 که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف هم که میکرد به خاطر احیای لیلة القدر، که شب لیلة القدر که عبادتش از 83 سال بالاست. قرآن میگه لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر عبادتش بهتر است از 1000 ماه، که از 83 سال بالاتر می شود. به خاطر به دست آوردن عبادت بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 روز اعتکاف میشست و شبها احیا میکرد، شبها را عبادت میکرد تا که ثواب لیلة القدر عبادت به دست بیاره. سعی کنین با وجودی که خود شخص پیامبر الله بسیار مقام داده، درجه دادگیست که هیچ کس به اون نمیرسه، اما آنقدر در عبادت تلاش میکرد که از ما و شما که بسیار مرتبه، چند یعنی به 10 مرتبه بالا تلاش میکرد. چرا؟ به خاطر که ما میخوایم بنده شکرگزارش باشم. بر امت پیامشی بود که امت باید زیاد تلاش کنند در عبادات رمضان و آخرین شبها. و میفرماید که تحروا لیلة القدر، طلب کنین شب قدر را فی العشر الاواخر من الوتر فی رمضان، در 10 روز آخر از وتر، روزای طاق. و شب 27 بعض صحابه عبدالله ابن ابی ابن کعب میگه که قسم به الله است که در شب 27 است و شاید که در اکثر اوقات در شب 27 بودگیست. و می خاطر مسلمان ها در اکثر جای دنیا شب 27 بسیار کوشش میکنن و عبادت میکنن و اطاعت میکنن که ما و شما باید از این محروم نشیم. همین قسم شب 29 این روزهای اخیر مانده توبه بکنیم. کسایی که غفلت کردن تا آخر رمضان، حال وقت عزیز که توبه بکنه و با الله تعهد کنه و عبادات، اطاعت و بندگیش این را در همه بخشای زندگی خود، در هر لحظه زندگی خود انجام بده. كثير التعلق تحية مشتاق